السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرته. برادران و خواهران عزیز، دوستان و شنوندگان شبکه آرامش دل، برادران عزیزم و خواهران عزیزم، چطوری که ما و شما آگاه هستیم، امروز یکی از روزهای خیلی زیبا و خیلی دلانگیز و خیلی جالب، عید قربان. من تمام شما را، چه خواهران، چه برادران، چه شخصانی در داخل تاجیکستان بوده، چه شخصانی خارج از تاجیکستان بوده، من کل شما را و کل خاندان شما را به این عید سعید تبریک و تهنیت گفته، با شما تمامی خوشی های زندگی را آرزومندم. خداوند کند که هر روز شما مثل همین روز سعید عید هر روزتان عید باشد. پروردگار شخصان در غریبی را خداوند مهربان به حرمت این عید مبارک همیشه شاد و خرم بگرداند و خداوند مهربان از هر بلا و آفت حفظشان کند تا که برای پدران و مادران، خواهران و دادران خود پشتبان و نانآور خانه باشند. الله مهربان هر یک کدام ما و شما را حفظ کند. باز هم من هر یک شما را به این عید سعید نازنین تبریک و تهنیت گفته، به تمام شما خوشی های زندگی را آرزومندم. خدا کند که این عید را شما به تمام خوشی ها و زیبایی هایش بگذرانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.